امروز مسلمان ها کدام جریمه بزرگ نیست که سر مسلمان واقع نشده، از نعوذ بالله بیناموسی گرفته تا تمام تعذیبایی که جهان او را تالی را ندیده، ولی در ممالک طاغوتی که حکومتای طاغوتی داره مسلمان ها شکنجه میشه، تعذیب میشه. کفار انواع شکنجه ها را کرده. امروز ما نیاز به همون طور دعا داریم، لیکن چرا پیغمبر بر ما میره خبر نمیداد که روزگاری که سر شما خیلی سخت میاد مرا وسیله کنه که الله دعایتان قبول کنه. لیکن این بدبختای علمایی که حق پرست نیست، فقط شکم پرست است، روزگاری خود امامت برای خود کسب جور کرده، به خاطر از اینکه مردم از ما خوش شوه خود مذهبی اعلان میکنه و مردم دعوت به شرک میده. اما چیزی که مشرک مکه میکرد امروز هم میکنه، میگه ما خود قبر عبادت نمیکنیم، این وسیله جور میکنیم. این چند روز بعد به نام نوروز شما میبینه خدا مسلمان میگه، خدا محبت پیغمبر چیغ میزنه، اما موتر خود استاد کرده در گل سرخ روان است. فامیل میشونه از سالنگاه خطرناک تیر میشه به خاطر جنده بلند کردن در روز عید مجوز، ایره تعظیم کردن، ایره اوج دادن، رشد دادن. ببین یام خدا مسلمان میگه، یام دعوی محبت پیغمبر داره و ملای ناملام پیدا میشه که میگه این روز حرام نیست. و بدبخت لعنتی الله سر تو نمیشه که تلبیس ابلیس میکنی؟ ها؟ چرا تلبیس ابلیس؟ این روز حرام نیست، روزا حرام نمیشه، روزا زمانه است، الله پیدا کرده. این روز تجلیل کردن، این روز بزرگ دانستن، این روز عظمت بخشیدن که دمی روز تو بیرق بالا در سر قبر میکنی. یک بدعت خو یک تعظیم روزی عید مجوس میکنی دیگه، سر قبر بیرق بالا میکنی دیگه، سفرا میکنی بر دیگه. پیغمبر سری تور مردم لعنت فرستاده، لعنت فرستاده. اگر قبر پیغمبر کسی عید جور کنه، میلجا جور کنه، برش بروه، پیغمبر لعنت فرستاده. لعن الله اليهود و النصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد سجدگاه جور کرد. تو ملا چطور دعوت میدی؟ با یک فتوای غلطی تو مردم امو کار انجام میده. انشالله جای جهنم است. ابلیس بلعمی با عرا جور شده ای به خاطر که تو باز به خاطر که موتر بر داده شبکه مجوز، چوچای مجوز. کسی که دین آبایی خدا تعظیم میکنه علیه اسلام مسلمان است یا کافر؟ کافر است. کسی که دین آبا و اجداد خدا سر نظام اسلام و دین اسلام ترجیح میده، عنعنات و رسومات از او را عملی میکنه و مکمل در اسلام داخل نیست، بلکه او از اسلام خارج است. خود تو ملا برش عورتش پټ کرده ای فتوا داده رایستی. انشالله خاتمیت به حالت خراب است. در خباست میموری. نکو پشت پول نرو، پشت موتر نرو، دین تماکن میگی پیش الله قدر و عزت پیدا کو. درست تو پاچای کلی دنیا شوی چی برات حاصل است؟ چی میکنی سری کل دنیا؟ جناب بلدنگ جور کو، عقیده تا حفاظت کو، دین تا حفاظت کو، پیش الله جوابگوی شو، پیش الله قدر و قیمت پیدا کو. نکو علما را من میگم، امو علمایی که همیشه در دربارای همچو طاغوتا در سفرهشان نشسته نانشان خورده فتوای خلاف دینه ارائه کرده و او را تیت کرده. دیگه شبیبی یک تا ملای دیگهش ورقه در دست میگیره به مردم میگه مردم یایت در مورد یهود و نصارا آمده، ایره بیبی ایره در مسلمان تطبیق کرده. لعنتی الله سری تو نمیشه. آیت های قرآن کریم اکثریتش برای یهود و نصاراست، تو هیچ داخل نیستی. اگر تو به قبر سجده کردی ای ملا اینا ملا، اگر تو قبر پیغمبرت سجدگاه جور کردی، در اونجا عبادتگاه جور کردی، مساجد چرا میگه برش؟ به خاطر که میگه اینجا دعا خوب قبول میشه. پیغمبر تنها لعنت یهود و نصارا را گفته بود. عایشه رضی الله عنها دمو حدیث میفرما یحذر امته، امت خود تحذیر میداد مما صنعوا، از آن چیزی که یهود و نصارا کرده بودن او طور کار یا نکنه. این به خاطر توسته. نکو مردم فریب نده. مردم ها بیچاره باز در مساجد نعره تکبیر، نعره تکبیر. بی غیرت، بدبخت. زنیت قطعی امریکایی است، زنیت قطعی لندنی است، زنیت قطعی آلمانی است. تو نعره تکبیر در مسجد الله میگی، علیه آیت قرآن میگی، علیه شریعت میگی. تو اگر غیرت داشته باشی از بابا و نیاکنت یاد بگی تلخانه در بغل کو، یهود و نصارا را، نه انگلیس نه امریکا را در این وطنت بگذار. او وقت باز نعره تکبیر در سر کوی هندوکش بگو، در سر کوی ترخم بگو، در سر کوی شمشاد بگو.
نعره تکبیر در مسجد الله در مقابل آیت قرآن گفته رایستی؟ تو عقل داری یا نه؟ اون ملای بدبخت آیت غلط توجیه برات میکنه و تو نعره تکبیر میگی. چرا اینطور میکنی؟ چرا در کدام طرف تو روان هستی؟ یک کمی خوب فکر بکو. ما امی علما را میگم که خیر است این روز تیر میشه، این روز تیر میشه، به الله قسم نه دولت میمانه، نه حکومت میمانه، نه پاچایی میمانه، نه این زمانه میمانه، نه این عمر میمانه. اما فکر تا بگیری که تو اگر عالم هستی قرآن و حدیث خواندی، مسلک قرآن و حدیث باید علمبردار و خدمتگارش باشی، ولو که پرچه شوی، ولو که کشته شوی. تو را الله بمید آزاد پیدا کرده، تو را بندی لا اله الا الله پیدا کرده، بندی موتر پیدا نکرده، بندی دلار پیدا نکرده، بندی نعوذ بالله چاپلوسی پیدا نکرده. تو بندی لا اله الا الله استی. حق بگو، مردم بفهمن، ملت ما آگاه شوه، بفهمه که چطور گپ است.